شما بخیر مردم شریف توریکسون، امیدوارم خوب هستین. یکی از بیناموزترین بانو مخالف تاجیک گروه 24 اسماعیل عکس در روی اکران می نویسد. بعد ونزوئلا، ایران، بعد نصیب باشد تاجیکستان. طرفداران دموکراتیا خوب مرا گوش کنید. آیا کشتار پاسبان‌ها و نزدیکان یا که بازداشت رئیس جمهوری ونزوئلا جنایت و عمل تروریستی نیست؟ این سوال است برای شما بنا مخالف تاجیک. امریکا خود را کشور دموکراتی در جهان مینامد. نه تهدید میکند با کشورهای مستقل ایران، کوبا و دانیا. چخیلی که دونالد ترامپ میگه حمله خواهم کرد. مگر این یک عمل ترتیبات بین المللی نیست؟ بنا مخالف تاجیک. سشا دولت دموکراتیا نیست. بله، باز تکرار میکنم، سشا دولت دموکراتیا نیست. سشا دولت ایمپری است. در ایران اعتراض نیست. این فتنه دشمن است.